اسباب خو به معنای جمع سبب است و سبب علما تعریف میکنن و میگن که آنچه که بنده آن را به قدرت و اختیار خود جلب منفعت و یا دفع کدام ضرر انجام میدهد. آنچه است که بنده آن را به قدرت و اختیار خود به خاطر جلب منفعت و یا دفع کدام ضرر انجام میدهد. این سبب میگن. میشه ما شما این سبب یا مثلا وسیله که میگن، کلمه سبب که است این خو چیزی که الله سبحانه و تعالی این جهان عالم ما شما عالم اسباب است. چی معنی عالم اسباب است؟ که الله سبحانه و تعالی ما شما را خلق کرده و به خاطر ازی که در این دنیا ما زندگی نرمال داشته باشیم برای هر چیز یک سببی را خلق کرده. مسبب الاسباب الله است. همین که همین اسباب خلق کرده الله سبحانه و تعالی این خلق کرده، لکن به خاطر ازی که برای ما و شما مشکل ایجاد نشه برای هر کار یک سببی را خلق کرده که ما و شما در عالم اسباب از این وسایل و از این اسباب استفاده بکنیم. مثلا برای خوردن دست برای ما و شما خلق کرده. پس خود قدرت الله سبحانه و تعالی و قضا و قدر الله سبحانه و تعالی تقاضای زمین میکنه که انسان مسلمان از این دستی که الله برش خلق کرده از این استفاده بکنه و غذا بخوره. پای خلق کرده در عالم اسباب زندگی میکنه. من میخوایم تا به شار برم، پس باید از پای خود استفاده بکنم. و همین قسم وسایلی را الله خلق کرده بود تا یک انسانها را عقل داد. عقل هم یک سبب است، یک وسیله هست که ما و شما در عالم اسباب از این استفاده کرده. علم میخوانیم، کتاب میخوانیم، درس میخوانیم، مکتب میخوانیم، اختراع میکنیم، کشف میکنیم. تیل در زیر زمین است الله خلق کرده. برای ما عقل داده که با عقل خود همین تیل زیر زمین کشف بکنیم و با عقل خود موتر اختراع بکنیم. پس این تیل در بین موتر پرتیم و در این موتر سوار شویم و مشکل خود حل بکنیم. پس این عالم اسباب است.